Hello everyone, welcome to English. I am Sajimo. I am trying to teach you English. سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به چنل ساجیمو. دوباره اومدیم پیشتون با یک ویدیوی دیگه از آموزش زبان. امروز میخوایم یکم مهارت لیسنینگ و سپیکینگ شما رو تقویت کنیم. خب بریم سراغ موضوع اصلی. امروز میخوایم در مورد اعداد در زبان انگلیسی با شما صحبت کنم. خب بریم سراغ قسمت اول. بریم ببینیم که اعداد 0 تا 10 رو چطور باید تلفظ بکنیم. خب بزن که بریم. شما هم با من تکرار بکنید. خب بزن که بریم. 1 یک 2 دو 3 سه 4 چهار 5 پنج 6 شش 7 هفت 8 هشت 9 9 و 10 10. حالا بریم سراغ اعداد 11 تا 20. 11 میشه 11 11. 12 میشه 12 12. 13 میشه 13. 14 میشه 14. 15 میشه 15. 16 میشه 16. 17 میشه 17. 18 میشه 18. 19 میشه 19 و شماره 20 میشه 20. در واقع 20 می نویسیم ولی 20 خوانده میشه. 20 نوشته میشه ولی 20 خوانده میشه. به طور مثال 21 22 23 و بریم سراغ اعداد 20 تا 100. 20 رو که گفتیم میشه 20. من این رو بارها شنیدم از زبان بچه ها که میگن 20. در واقع اون تی دوم خوانده نمیشه. در تلفظ ما میگیم 20. اوکی؟ پس 20 میشه 20. 30 میشه 30. 40 میشه 40. 50 میشه 50. 60 میشه 60. 70 میشه 70. 80 میشه 80. 90 میشه 90 و 100 میشه 100 میشه 100. بریم اعداد از 100 رو تا 900 با هم توجه کنیم که تلفظشون چی میشه. خب بریم. 100 میشه 100 یا 100. 200 میشه 200. 300 میشه 300. 400 میشه 400. 500 میشه 500. 600 میشه 600. 700 میشه 700. 800 میشه 800 و 900 میشه 900. اوکی؟ پس let's go. بریم ببینیم هزار و میلیون در زبان انگلیسی چطور خونده میشه. هزار میشه thousand و میلیون میشه million and billion. هم میلیون و هم بیلیون برای میلیون به کار میره. بریم به مثال توجه کنیم. The company has lost billions of dollars. یعنی شرکت میلیاردها دلار رو از دست داده است. بریم ببینیم در زبان انگلیسی به اعداد زوج، اعداد فرد و اعداد گرد یا روند چی گفته میشه. اعداد زوج رو an even number میگیم. an even number. اعداد فرد رو an odd number و اعداد روند یا گرد رو میگیم a round number.
round number. حالا به مثال دقت کنید. $100 is a round number. $100 is a round number. یعنی $100 یک عدد گرد است یا یک عدد روند است. حالا بریم ببینیم تعداد رو دسته‌بندی کنیم. در واقع ببینیم از تعداد خیلی زیاد و تا تعداد محدود کننده رو با هم ببینیم که در انگلیسی چطور گفته میشه. به تعداد خیلی زیاد میگن a vast number or a huge number. اوکی؟ این میشه تعداد خیلی زیاد. به تعداد زیاد میگن a large number or a great number. اوکی؟ a large number or a great number. این میشه تعداد زیاد. بریم به مثال دقت کنیم. A large number of people suffer from backache. یعنی تعداد زیادی از مردم از کمردرد رنج میبرند. بریم ببینیم تعداد کم چی میشه. Small number میشه تعداد کم. A small number میشه تعداد کم. و تعداد اندک رو میگیم a low number. A low number. و بعدش در پایین ترین حد تعداد محدود شده رو میگیم a limited number. اوکی؟ A limited number. داری با من تکرار میکنی؟ باریکن. به مثال توجه کنید. میخوایم بگیم تنها تعداد محدودی از ببرها در حیات وحش باقی مانده اند. میگیم only a limited number of tigers remain in the wild. خب بریم ببینیم این عبارت در زبان انگلیسی چطور بیان میشن. عباراتی مثل افزایش دادن تعداد یه چیزی، کاهش دادن تعداد یه چیزی، همچنین 2 برابر شدن تعداد یه چیزی و در مقابلش نصف شدن تعداد یه چیزی. بریم که داشته باشیم. شما هم همراه من تکرار کنید حتما. افزایش دادن تعداد یه چیزی میشه increase. Increase the number of something. اوکی؟ Increase the number of something. در مقابل کاهش دادن تعداد اون چیز میشه reduce the number of something. Reduce the number of something. بریم به مثال توجه کنیم. میگیم ما باید تعداد معلمان مدارس رو زیاد کنیم. پس میگیم we need to increase the number of teachers in schools. اوکی. خب بریم ببینیم 2 برابر شدن در زبان انگلیسی چطور بیان میشه. A number doubles. A number doubles میشه 2 برابر شدن. و در مقابل نصف شدن میشه a number halves. A number halves. خب به مثال توجه کنید. میخوایم بگیم که تعداد دانش آموزانی که رشته علوم کامپیوتری رو انتخاب میکنن نصف شده است. چطور میگیم؟ میگیم که the number of students opting for computer science have. و اما مطلب آخر. بریم سراغ این که ببینیم که در زبان انگلیسی شماره تلفن منزل، شماره پلاک خونه، همچنین شماره فکس و شماره موبایل در زبان انگلیسی چطوری بیان میشن. با من حتما تکرار بکنید. شماره تلفن منزل و همچنین شماره پلاک خونه میشه home numbers. home number. عذرخواهی میکنم home number. بسیار خوب. میخوایم بگیم او شماره تلفن منزلش رو به من داد. میگیم she gives her home number to me. بسیار خوب. شماره تلفن میشه phone number. phone number. شماره فکس میشه fax number. شماره همراه میشه موبایل نمبر. اگه میخوای بگی شماره همراه من رو داری چی میگی؟ میگی Have you got my mobile number? Have you got my mobile number? خیلی ممنونم از این که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. اگه ویدیو برات مفید بود، برای حمایت از چنل ساجیمو لایک و سابسکرایب یادت نره و همچنین زنگوله رو هم بزن و ما رو هم به بقیه دوستانت معرفی کن. و منتظر ویدیوهای بعدی در روزهای فرد باش. خیلی ممنونم ازت. بدرود.